چجوری هویتنامه فرش رو می‌نویسین؟ هویتنامه فرش به طور کلی برای نوشتنش خب من باید فرش رو، خیلی از مشتریان در خارج از ایران هستن، عکس فرش هست که من اولین بار این هویتنامه فرش رو برای فرش پدرم نوشتم، برای یکی از تجار بود. فرش رو به صورت زنده خودم دیده بودم، اما خب به خاطر اینکه حالا مسافت دور هستش و شرایط جوری نیست که فرش رو در اختیار داشته باشم، عکس واضح فرش رو وقتی بهم میدن، فرش رو به مدت 4 الی 6 ماه زمان میبره که ما جزئیات فرش رو آنالیز میکنیم. اون مسیر حرکت فرش رو، دوره‌های تاریخیش رو، گل‌هایی که استفاده شده و در وهله اول من فرشی رو برایش هویتنامه فرش می‌نویسم و مورد تایید من هست که فرش اصیل و چارچوب دار باشه. یعنی فرش‌هایی داریم که بسیار قیمتی هستن، بسیار ارزنده هستن، اما خالی از محتوا هستن و من به هیچ عنوان قادر نیستم که برایشون هویتنامه بنویسم و این یکی از مشخصهای کار با برند من هستش. یعنی برای هر فرش شما هویتنامه اصلا من برای هیچ من بر فرشی یعنی نکته اول که بخوام برای هر فرشی مثلا یه هویتنامه داشته باشم یا با هر مجموعه کار انجام بدم، فرشی رو کار قبول میکنم برش هویتنامه، چون زمان بر هستش، زمان بر هست و واقعا هم در دنیای فرش خوشبختانه نمیتونم بگم حالا متاسفانه رنگ ها و نقش و نگاری که کاذب هستن و خالی از اصالت و اون چارچوب ایرانی باشن در دل فرش در جایگذاری درستی قرار نمیگیرن. نمادها در جایگاه درستی نباشن، اون فرش خالی از اصالته.